خب دوستان، سلام به پیج مادام دراکولا، خوش اومدین. میخوایم ببینیم که برای این هفته شما دیتتون چجوری پیش میره، آیا دیت میرید یا نه، کلا چجوری پیش میره. قبل از هر چیز لایک یادتون نره که همسو بشید با انرژی من و پیج رو فالو کنید، به دوستانتون معرفی کنید. اگر فال شخصی میخواین حتما در واتساپ به من پیام بزنید. خب ببین، نگران این دیت هستی که آیا اصلا طرف پیشنهاد دیت رو میده یا نه، اصلا میخواد نمیخواد، چجوریه. ببین این نگرانیت خب یه مقدار واقعیه، یعنی نمیخوام بگم که غیر واقعیه، چون یه رفتارهای سردی ازش دیدی جدیدن و حس میکنی که انگار تغییر کرده، عوض شده، انگار اون آدم قبلیه نیست. این آقا داره بین چند تا مسئله فکر میکنه. یکی مسائل خود زندگیشه، خب یکی تو هستی و این در واقع دیت میتونیم بگیم که یه جورایی نصف نیمه انجام میشه، یعنی هم میشه هم نمیشه. یعنی مثلا حالا میری دیت، بعد اونجوری که میخوای شاید پیش نره، اونجوری که تو دلت میخواد، اونجوری که حالا میخوای لباس خوشگل بپوشی، فلان بکنی، بیسار کنی، اونجوری که میخوای شاید پیش نره. به خاطر که ذهن این آقا خیلی درگیر مسائل مالی شده، مسائل پولی شده و یه سری مشکلاتی هم توی خانوادهش داره که حل میخواد بکنه. برای همین تو فکر میکنی که از نگاه کنید اینجا، از احساسات با تو فاصله گرفته، از عشق با تو حس میکنی فاصله گرفته، ولی در اصل علاقه داره، اما اینجوری داره نشون داده میشه، انگار اینجوری داره حس میشه و توی ذهنش خیلی کارها باید انجام بده. خب از طرفی یه سری مشکلات مالی همین آقا داره که دست به گریبان اونا هست. وقتی که یک ذهنش درگیره شاید نتونه اونقدر برای دیتی که تو میخوای و ذهنت بازه وقت بذاره، ولی میخواد این نوید رو بده بهت که یه اتفاق مالی خیلی خوب براش میافته، یهویی که ذهنش باز میشه، ذهنش از این درگیری خارج میشه. خب و بعد دیت بعدی دوباره دیت خیلی عالی میتونیم بگیم در میاد. یه جوری این هستش که علاقش رو این آقا داره کم نشون میده و تو داری به شک میکنی که آیا با کسی هست یا نیست. این تاروتخوانی برای رقیب نیست برای اینه که شما آیا دیت میرید نمیرید چجوریه. برای رقیب و حالا مسائل این چنینی باید تاریخ تولد همه اینا رو داشته باشیم و براتون دقیق در بیاریم که آیا رقیب داری و 100% هم براتون در میاد که باید به واتساپ بنده مراجعه کنید. دوستان، فال رو دوست داشتید لایک یادتون نره و پیج رو فالو کنید.